السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 آماده شوید انشالله درسی تجوید را آغاز میکنیم. آماده شوید انشالله درسی تجوید را آغاز میکنیم. آماده شوید انشالله درسی تجوید را آغاز و علیکم السلام ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام. درس را آغاز میکنیم انشالله. همه پیوست شدن. درس را آغاز میکنیم انشالله. همه پیوست شدن. درس را آغاز میکنیم انشالله. همه پیوست شدن. و علیکم السلام ورحمة الله وبركاته برادر. و علیکم السلام ورحمة الله وبركاته برادر. و علیکم السلام ورحمة الله وبركاته برادر. درس امروزه ما میم ساکن، قاعده های میم ساکن می باشد انشالله. و علیکم السلام. آواز را نقص شنیده ایستاده؟ آواز من خوب است؟ و علیکم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد از 1-2 دقیقه انشالله درس را آغاز میکنیم تا همه برادران پیوست شوند. و علیکم السلام ورحمة الله وبركاته. از درس های گذشته سوال باشد مرحمت. قاعده آخران این اخفا بود که ما با شما گذاشتیم. اگر سوال ها باشد مرحمت، اگر سوال ها نباشد و درس امروزه شروع میکنیم ان شاء الله. خوب انشالله کسی که نماز خفتن را نخوانده است میتوانید نماز خوانده بعد از نماز نماز را خوانده بعد از نماز تماشا بکنید. و شخصانی که هستند انشالله در اینجا ما با آنها درس را آغاز میکنیم. و چون به مثل پیش هر دفعه ما یک حدیث از حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم که در فضیلت قرآن است این را به شما میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بهذا العلم في دارين.
تلفن شما میچسبیده باشد یا تلفن من. از دیگرها خوب است. دیگرها چی میگون؟ آواز نغز رفته ایستاده است، ثبت نچسبیده ایستاده است. این برادر گفت نوشتن که میچسبد، سببش در چی باشد؟ نمیدونم، ممکن سبب از موج سیم کارت شما باشد یا که از ما. دیگران نغز شنیده ایستادن، آواز نغز رفته ایستاده است. صفت نوار خوب است. بله برادر علی شیر، به فکرم سبب در تلفن یا که در موج شماست. خوب برادران، انشالله درس را آغاز میکنیم. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اللهم انفعنا بهذا العلم فی دارین. خداوندا نفع و فایده این علم را در این دنیا و در آخرت بر ما نصیب بگردان. حدیث امروزه از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند به وسیله این کتاب ملت‌های را بالا میبرد و ملت‌های دیگر را به ذلت و خواری میکشاند. حدیث را در صحیح مسلم آمده است. این حدیث در صحیح مسلم آمده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که خداوند به وسیله این کتاب، به وسیله قرآن ملت را بالا میبرد، که در آن ملت تقدم و ترقی و علم و معرفت پیش می رود. به مثل ملت ما، ملت فارس که بعد از آنچنان که اسلام را قبول کردند، چون شاعرها از ما باقی ماندند، عالمها از ما باقی ماندند، امام ابو حنیفه، امام بخاری و شاعرانی که داریم همش به سبب این بودند که کتاب چنگ به کتاب الله زدند و این ملت را در تمام جهان که معرفی کردند. چون امام ابو حنیفه که از ملت ما هستند، از فارس، از تاجیک هستند، و امام بخاری و دیگر عالم‌های شاعران، دیگر عالم‌ها همش به سبب اینکه چنگ به این کتاب بزدند. و دوام حدیث و ملت‌های دیگر را به ذلت و خواری می‌کشانند و ملت‌هایی که به این قرآن چنگ نزدند، قرآن را در حیات خود دستور عمل نگردانیدند، آنها را به زمین می‌زنند. یعنی آن شخصانی که بر این قرآن چنگ زدند و عمل بر اون کردند، آنها را به بالا می‌برد، نه تنها در دنیا بلکه در آخرت هم. در آخرت قرآن شفاعتگری ما و شما می شود و ما را یعنی که به جنت تا به جنت می رساند. و آن ملت ها و آن شخصانی که در این دنیا قرآن را پشت سر خود گذاشتند، قبول نکردند یا که مسلمان بودند و عمل نکردند بر قرآن، قرآن آنها را به ذلت می زند. این بود حدیث امروزه. انشاءالله بعد به درس تجوید میگردیم. درس امروزه قاعده میم سکون است. قاعده میم سکون یعنی که حرف میمی که با ساکن می آید. اول من آن را باید به شما بگویم که برای چی نون سکون و میم سکون قاعده های خود را دارم، به کدام سبب از بین همه حرف ها میم سکون و نون سکون قاعده های خود را دارند. به سبب اینه که این دو حرف از دماغ برآورده خوانده می شود، یعنی که قسم آواز از دماغ به بینی برآمده خوانده می شود. و چون کتاب ما با سوال جواب است، می خوانیم سوال میم ساکن چند قاعده دارد. میم ساکن چند قاعده دارد؟ جواب: میم ساکن
سه قاعده دارد. میم ساکن سه قاعده دارد. یکم ادغام در کتاب آمده است که ادغام مثلین با غنه و در دیگر کتاب ها ادغام شفوی این را میگویند. بهتر است اینکه شفوی گوییم، ادغام شفوی یا که ادغام مثلین با غنه. ادغام شفوی. دویمش اخفای شفویه، ادغام شفویه، اخفای شفویه دویم. و سیوم اظهار شفویه. از درس های نونی سکون بر ما کلمه های ادغام، اخفا و اظهار معلوم است. یعنی ادغام حرف را به حرف در آوردن، اخفا حرف را مخفی کرده خواندن، پوشانیده خواندن و اظهار حرف را روشن خواندن بود. و کلمه شفویه چیست؟ کلمه شفویه چیست؟ کدام شما میداند؟ اگر بدانید جواب را بنویسید. برای خاطر چه قاعده میم سکون را، قاعده های میم سکون را ادغام، اخفا، اظهار و ادغام شفوی، اظهار، اخفای شفوی و اظهار شفوی نامیدند؟ به چه سبب؟ معنای شفوی چیست؟ کی میداند؟ کسی داند جواب بیدید. جواب ند... کسی که اگر ندانید خودم جواب میدم انشالله. کی میداند معنای شفویه، شفتین چیست؟ جواب شما را انتظارم. جواب شما را انتظارم. کی میداند معنای ادغام، معنای کلمه شفوی، شفویه چیست؟ هستن میدونستگی ها هستن؟ معنای شفویه چیست؟ جواب های شما را انتظارم. معنای شفویه چیست؟ اگر شما ندانید درس را دوام میدیم. معنای شفویه این یا که شفته معنای لب ها را دارد. لب ها را، هر دو لب را شفتین میگویند. به خاطر چی این قاعده را شفتین یعنی که شفوی ماندن؟ برای خاطری که برای خاطر اینه که حرف میم، مخرج حرف میم از بین لب ها می براید. میم میم میم، یعنی دهان کشاده ما حرف میم را گفته نمی توانیم. برای خاطر مخرج حرف میم این رسیدن لب هاست. مه رسیده و جدا شدن. میم. به همین خاطر قاعده میم سکون را، قاعده های میم سکون را شفویه ماندن، یعنی که آن قاعده هایی که از لب ها، از رسیدن لب ها می براید. این به همه شما فهما شده باشد. درس را دوام میدیم. سوال دیگر، ادغام شفوی چیست؟ یا ادغام مثلین با غنه چیست؟ جواب: اگر میم ساکن با میم روبرو آید، اگر میم ساکن با حرف دیگر میم روبرو آید، میم را با میم در آورده با دماغ خوانده می شود. میم اول را، میم ساکن را به میم دویمین در آورده با دماغ خوانده می شود که این را ادغام شفوی گویند یا ادغام مثلین با غنه. مثال ببینید. لکم ما. در این حالت حرف میم اول را نمی خوانیم و حرف میم دویم را دو تا کرده می خوانیم. می شود
لکم لکم لکم. این حرف میم رو نمیخونیم و حرف میم دوم رو دو تا کرده میخونیم. لکم لکم لکم. لبها رو میپوشونیم، سخت پخش میکنیم تا حرف دو تا شود. لکم لکم. مثال دیگر علیهم مؤصده. علیهم، ببینید حرف میم ساکن با حرف میم واخور. علیهم مؤصده. علیهم مؤصده. این بود قاعده میم، قاعده ادغام شفوی. اگر بعد از حرف میم اگر بعد از حرف میم ساکن دیگر میم روبرو شود، ما میم اول را نمیخوانیم و میم دوم را میخوانیم، یا که میم اول را با میم دوم در آورده میخوانیم. لکم لکم. دوام درس اخفای شفویه چیست؟ دوم قاعده میم ساکن را اخفای شفویه می نامند. جواب: میم ساکن با حرف ب روبرو شود، میم را به جای حرف ب می برآمدگی پنهان کرده کمی با دماغ خوانده می شود که این را اخفای شفویه می نامند. اخفای شفویه: اگر حرف میم سکون با حرف ب روبرو شود، اگر حرف میم ساکن با حرف ب روبرو شود، ما حرف میم را پنهان کرده میخوانیم، یعنی که اخفا میخوانیم. مثال: ربهم بهم، یعنی که رفشن نمیخوانیم. انا ببینید حرف میم با حرف ب روبرو شد، ما این حرف میم را پنهان کرده میخوانیم. ربهم بهم، ربهم بهم. لبها را محکم میکنیم ولیکن سخت پخش نمیکنیم. و علیکم السلام. ربهم بهم، ربهم هم. لبها را میپوشونیم ولیکن پخش نکرده مقدار دو حرکت از دماغ برآورده میخوانیم. ربهم بهم، ربهم بهم. مثال اول بود. و علیکم السلام. مثال دوم: ترمیهم بحجاره. مثال دوم: ترمیهم بحجاره. ببینید بعد از حرف میم حرف ب روبرو شد. در این حالت حرف میم را پنهان کرده میخوانیم. ربهم ترمیهم بحجاره، ترمیهم بحجاره، ترمیهم بحجاره. اینه که اخفای شفوی، این حرف میم وقتی که حرف میم با حرف ب روبرو می شود، حرف میم را پنهان کرده می خوانیم. درس یک 20 منوت پیشتر سر شد. انشاءالله دوامش را گوش بکنید و بعد از تمام شدن می توانید به کانال در آمده درس را تماشا کنید. این بود قاعده دومی میم سکون که اخفای شفوی نام دارد. و قاعده سیومی میم سکون این اظهار شفوی نام دارد. اظهار شفوی چیست؟ اگر بعد از میم سکون باقی مانده 28 حرف آید بغیر از حرف ب و حرف میم، یعنی که در زبان عربی 28 حرف است.
حرف میم به قاعده ادغام شفوی داخل دارد، حرف ب به اخفای شفوی و باقی مانده 26 حرف دیگر داخل دارد به اظهار شفوی. اگر بعد از حرف میم سکون 26 حرف باقی مانده آید، در این حالت حرف میم روشن خوانده می شود. مثال: لکم دینکم. ببینید بعد از حرف میم حرف دال اومد، خوانده می شود لکم دینکم، یعنی حرف میم را روشن خواندیم. مثال دیگر هم فیه. ببینید بعد از حرف میم سکون حرف فا آمد. ببینید هم فیه. یا مثال دیگر الم تر کیف. ببینید بعد از حرف میم حرف تا آمد. الم تر کیف. نام کانال مدرسه حنفیه است علیشیر بدرایید و درس ها را ببینید، در آنجا همه درس ها هستند. الم تر کیف. این بود قاعده اظهار شفوی. به همه شما درس فهمو شد؟ بار دیگر تکرار کنم. میم سکون 3 قاعده دارد. قاعده یکم ادغام شفوی. وقتی که حرف میم سکون با میم دیگر روبرو می شود، در این حالت میم را با میم دویم در آورده می خوانیم. لکم علیهم صده. قاعده دویم اخفای شفوی. اگر بعد از حرف میم سکون حرف با آید، ما حرف میم را پوشیده با دماغ می خوانیم. ربهم بهم. از قاعده یکم چی فرق دارد؟ قاعده یکم که ادغام بود، ما لبها را سخت پخش میکنیم تا حرف 2 تا شود. لکم. قاعده دوم ما لبها را میرسانیم ولیکن پخش نمیکنیم. ربهم بهم. و قاعده سیوم که اظهار شفوی می باشد که بعد از حرف میم سکون 26 حرف باقی مانده آید، میم را روشن کرده می خوانیم. اهمیت دید. لکم دینکم الم تر کیف الم یجعل. شما فقط دیر میکنید. کسانی که دیر کردن باز در آمده درس را میبینید. یک چیز رو به شما گفتنی هستم به نهایت اهمیت دهید. حالت لبها چه خیلی است؟ حالت لبها در قاعده یکم ادغام شفوی ما باید لبها رو برسانیم و پخش بکنیم تا حرف 2 تا خوانده شود. لکم. قاعده دوم اخفای شفوی که حرف میم کم پوشیده خوانده می شود، لبها رو می پوشونیم ولیکن پخش نمی کنیم. ربهم بهم. و قاعده سیوم که بعد از حرف میم 26 حرف می آید،
این قاعده اظهار شفوی می باشد که نون که میم سکون رفشن خوانده می شود. لکم دینکم لکم دینکم الم تر کیف الم تر کیف الم یجعل. در همین قاعده سیوم بعضی برادران خطا میکنند. خطاگیشو در چیست؟ بعد از حرف میم قلقله میکنند. الم این چنین میخوانند الم تر کیف. این خطا است. به همین سبب علم نخوانید، علم خوانید. علم یعنی آواز رو تمام کنید، لبها رو بد کشوید. علم تر کیف فعل ربک علم تر کیف. اگر شما علم با قلقله خوانید این خطا است. در یاد دارید علم تر کیف این خطا است. به همین سبب باید شما علم تر کیف خوانید. علم تر یعنی که لبها رو محکم کردید، آواز رو تمام میکنید، بعد میکشید. علم تر کیف علم یجعل لکم دینکم. این بود درس امروزه این بود. و علامت های قرآنی در قرآن چه خیل علامت ها آمده است. یه چیز رو در یاد دارید. در قرآن موافق این قاعده اگر در روی میم سکون در روی حرف میم در قرآن سکون قرآنی آید، سکون قرآنی چنین است که کم دومچه دارد. اگر در روی حرف میم سکون قرآنی آید، دیمک این قاعده اظهار شفوی می باشد که ما روشن آن را می خوانیم. اگر حرف میم به سکون آید، خالی باشد، این قاعده یا که ادغام است یا که اخفا است. ما حرفی بعدی را دیده آن را معین میکنیم. اگر بعد از حرف میم سکون میم آمده باشد، این ادغام است. و اگر بعد از حرف میم سکون به آمده باشد، این اخفا است. این بود علامت قرآنی که اگر شما اعتبار دادید این را دیده اید. اگر شما اعتبار داده باشید، با همین درس امروزه را به انجام میرسانیم. اگر سوال ها عاید این درس باشد مرحمت بپرسید. نورالله مرادزاده برادر حاضر وقت نشده ایستاده است برای ثبت کردن ترجمه و ثبت کردن فیلم زکی و دوستانش. انشالله که وقت شود انشالله ترجمه کرده ثبت کرده میگذاریم. چون حاضر به درس های تجوید مشغول هستیم که این درس ها به فکرم از اون فیلم تصویری مهمتر است. به همین سبب انشالله وقتی یاویم انشالله میشود. سوال عاید این درس باشد مرحمت. عمر ما در دسکه نوشته ایستاده ایم که به شما فهمه است. من همه قاعده رو نوشته ایستاده ایم، ولیکن دسکه کم تر مایده است به فکرم من این قاعده ها. و شما کتاب را از اینترنت فرارید. کتاب از این هست در پلی مارکت هست کتاب را فرارید، از روی کتاب ببینید. کسانی که درس را اشتراک میکنند و میخوان که خوب این درس ها را از خود کنند، کتاب را فرارید و در کاغذ کپی کنید، خوبتر میشد.
سلامت باشید. خوب من خیلی خرسند هستم که درس رو ناز فهمیده باشید. الحمدلله خداوند علمتان رو زیاده کند. سوال ها و این درس ها باشد مرحمت. سوال شما قلقله در کدام مورد می شود؟ قلقله نه بلکه قلقله. قلقله در کدام مورد می شود؟ ما حاضر حرف های قلقله نا آمده. حرف های قلقله این 5 تا حرف می باشد. حرف قا، تا، ب، جیم، دال. حرف قا، تا، ب، جیم، دال. اگر در درس آینده انشالله این حرف رو میگذاریم و حاضر من به شما میگویم، مختصر کرده میگویم. من نشان میدیم. اینها هستند حرفای قلقله: قا، تا، ب، جیم، دال. اگر این حرفها با سکون آیند کمی نکه با صدا خوانده می شوند. مثال احد، مثال قا، اق، اق، اط، اط، اب، اب، اج، اج، اد. این حرفای قلقله هستند. انشالله در درس های آینده باز پرتر وقتی که درس درباره این حرفا میشد انشالله باز پرتر میفهمانیم. اق، اج، اد، اب، قل هو الله احد، احد، الله الصمد، صمد. این بود حرفای قلقله. انشالله باز در درس های آخر پرتر میفهمانیم. اگر سوال ها آیدی درس امروزه باشد که قاعده میم سکون بود، اگر باشد مرحمت سوال بدهید. و کسانی که دیر کردن انشالله نوار را باز تماشا میکنید. و علیکم السلام. خوب، مرحمت، خوش آمده باشید. انشالله بعد از درس ویدیو را تماشا کنید کسانی که دیر ماندن. ما که اعلان را گذاشتیم برای چی دیر کردید؟ اعلان را نخوانده بودید که ساعت 9 درس میشد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دیر کردیم. خیر برادر، بعد از افیر در آمده در یوتیوب بود این درس را میتونید تماشا بکنید. بسم الله. چه خواهش داشتید؟ خواهش خود را بگویید. هیچ غم ندارد. انشاءالله باز میتونید ویدیو را تماشا کنید. ویدیو می ایستد که در ویدیو را میگذارن درس امروز را. علیشیر ندیرف سوره قل هو الله را یک بار تلاوت کنید خواهش میکنم. سوره قل هو الله احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. مرحمت. درس های
سوال ها از درس نباشند بیرون از درس مرحمت سوال بدهید. و علیکم السلام. صدف محمد، خداوند شما را حفظ کردن قرآن را به شما آسان بگرداند و حرکت کنید انشالله. اگر نیت باشد، اگر نیت حافظ شدن داشته باشید و این مقصد را به خود گذاشتید و در پی آن حرکت کنید انشالله خداوند به شما آسان میگرداند. آمین. احمد و نماز قصر را چه خیل میخوانیم میفهماندید؟ نماز قصر این نمازهای فرضی نمازهایی که فرض است، نمازهای فرضی 4 رکعته به 2 رکعت قصر خوانده می شود و نماز بامداد و شام که 2 و 3 رکعته هستند اینها قصر کرده نمیشن. فقط نماز 4 رکعته فرض به 2 رکعت قصر کرده خوانده می شود در حالی که شما به سفر برآمدید. سوال حضرت پیش از الله لام آید الله را باریک و غفظ خواندن یک بار دیگر میفهمید. کلمه الله حاضر من به شما میفهمانم. در کلمه الله گوش بکنید. اگر پیش از کلمه الله فتحه و ضمه آید ما میخوانیم الله، لام حرف الله را غفظ کرده میخوانیم الله. وقتی که آیت الکرسی را میخوانیم الله لا اله الا هو، یکی حرف لام را غفظ کرده میخوانیم برای خاطر که پیش از حرف الله الف فتحه است الله. اگر فتحه ضمه آید ما غفظ کرده میخوانیم. اگر پیش از کلمه الله کسره آید ما حرف لام دویم را باریک کرده میخوانیم لله. لله نه لله ما فی السماوات لله. اگر پیش از کلمه الله فتحه و ضمه آید الله ما این لام را غفظ کرده میخوانیم و اگر کسره آید حرف لام را باریک کرده میخوانیم لله ما فی السماوات لله الله. با فکرم فهمه شده این سوال؟ استاد اگر شخص 1 سال نماز نخوانده باشد باید قضایی خواند 1 سال؟ بله، چون قضا را باید بگردانیم، باید بخواند. استاد جو اخفای شفوی میفهمونید؟ اخفای شفوی نه که درس این روزه بود. اخفای شفوی اگر بعد از حرف میم اگر بعد از حرف میم سکون حرف ب آید، حرف ب ما در اینجا میم را روشن نمیخونیم بلکه میم را پنهان کرده میخونیم، اخفا کرده میخونیم و با دماغ برآورده میخونیم. مثلا ربهم بهم یا که
ترمیهم بحجارتی. ترمیهم، هم لبها رو میگذاریم و سخت پخش نمیکنیم. ترمیهم و اخفا میکنیم مقدار 2 حرکت. ترمیهم بحجارتی. یا که ربهم، ربهم بهم، ربهم بهم. این بود اخفای شفوی. استاد پیش از نماز شام نماز وضو خوانده می شود یا نه؟ شکر وضو پیش از نماز شام، اگر وقتی نماز شام در آمده باشد بعد از در آمدن وقت نماز شام خوانید بهتر است، چون پیش از نماز شام، پیش از وقتی در آمده نماز شام، نماز نفل مکروه است. به همین سبب اگر وقتی نماز شام در آمده باشد، آفتاب نشسته باشد، شما به مسجد در آمدید و تا وقتی قامت را وقت است می توانید نماز بعد از طهارت کرده آمده باشید یا تحیه مسجد خوانید یا که نماز وضو را. اگر وقت ندار آمده باشد، وقتی نماز شام یعنی که آفتاب حاضر نشسته باشد، بهتر است که نخوانید، مکروه است در این وقت نماز نفل خواندن. سوال های درس باشد مرحمت. ممکن است که به هم‌صنفانم سوال دیم در مورد درس. مرحمت در مورد درس باشد سوال بدید. بله نوار ما در میگذاریم بعد تماشا کنید. نوار رو در صحیفه میگذاریم. درس رو ما تمام کردیم. درس امروز را انشالله کسانی که دیر کردن میتوانند به صحیفه درآمده این درس رو باز ببینند. نماز پیشین و نماز عصر خفیه میخوانیم. بله نماز پیشین و نماز عصر را خفیه که پس میخوانیم، با آواز بلند نمیخوانیم. سلام علیکم و رحمت الله. آیا لفظ الله را مفرد ذکر کردن ممکن است؟ یعنی که مفرد ذکر کردن، شما مفرد ذکر کردن لفظ الله، الله بچه در کجا، یعنی که کی مفرد؟ من سوالتون خوب نفهمیدم. استاد تا چند روز قصد سفر کنی و تا چند کیلومتر سفر حساب میشه که ما باید قصد کنیم؟ نیت قصر یعنی که کسی که مسافر می شود اگر نیتی از 15 روز کم ایستادن را در شهر دیگر دارد که این شهر مسافهش تقریبا 100 کیلومتر می باشد یا از 100 زیاد و این شخص در آن شهر اگر از 15 روز کم ایستد، همه نمازهای آن شهر بودش در آن شهر بودش را قصر میخواند. اگر نیت از 15 روز زیاد باشد، نمازهایی که در راه است تا رفته رسیدن به این شهر قصر میخواند و هر وقتی که به شهر رسید نمازهاش را پره کرده میخواند. و در بازگشت هم وقتی که بازگشت آمد به شهر خود، نمازهایی که در راه وقتی نماز در آمد آنها را قصر میخواند. و اگر نیت از 15 روز کم باشد، نمازهایی که در راه هست قصر میخواند و نمازهایی که در شهر هم هست قصر کرده میخواند. فهمو شد؟ بله.
استاد همین سوره کوثر قلقله دارد یا ندارد؟ سوره کوثر انا اعطیناه کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بله، در کلمه ابتر در آیت آخران این شانئک هو الابتر در حرف ب قلقله دارد. ابتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. در کلمه ابتر دارد. مهربان حجه فهمیدید در آخر آیت قلقله دارد. ابتر، کلمه ابتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سلام عليكم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام 04. حاضر با جای سپیر دیگر داروها است. آن داروها را بیمارید خوبتر می شود. و اگر هیچ چیز عوض می کردگی نباشد می توانید بیمارید ولیکن در وقت نماز خواندن آنجا را باید بشویید. دعای خونات را فراموش کنیم سجده سهو میکنیم. بله، کسانی که دعای خونات را فراموش کردن سجده سهو میکنند. برادر، برای چی پیشین و عصر را خفیه میخونیم و دیگر نمازها را جهریه؟ دلیلش درست‌تر فرمانید. برای خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین خواندن، این دلیل کفایه است. و اگر خواهید که با چقدرتر بفهمید می توانید از کتاب ها استفاده برید و این برای من بسنده است که برای خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین خواندن. استاد، اگر در مشروطه و یا در ماشین باشیم وقتی نماز شود باید چی خیل خوانیم نماز را؟ اگر شما میدونید که این ماشین یا اتوبوس رفته به آن جای میرسد و نماز قضا نمی شود، شما در آن جای نماز را میخوانید، در آن مکان، در آن شهر. و اگر میدونید که تو رفته رسیدن این ماشین، این اتوبوس یا مشروطه قضا می شود، در درون همین با اشاره میخونید، یعنی کمی خم میشوید در حالت سجده، در حالت رکوع، در حالت سجده کمی خم شده میخونید. و اگر ماشین خود باشد یا ماشین کرایه باشد، تاکسی باشد، می توانید ماشین رو داشته فراموندن نماز خوانید. و چون در ماشین های جمعیتی، در اتوبوس و مشروطه ها نمی شود، چون در اونجا آدم بسیار است، شما می توانید شیشتگی در همون جای خود شیشتگی کمتر، یعنی که نیت کرده دست مونده کمتر خم روز شده نماز رو خوانید. به شرطی که اگر تو رفته رسیدن شما دانید که نماز قضا نمیشد. اگر دانید که قضا نمیشود آن شهر رو میرسید، خوبترش رفته رسیدن نماز رو کاملا خوانید. برادر، آیا زن می تواند که هنگام بازار یا دیگر جا همراهی شوهرش باشد و خوشبویی استفاده برد؟ خوشبویی زن تنها در داخل خانه و برای شوهر است، برای بیگانگان نیست، برای کوچه نیست. خوشبویی و زیبایی و زینت و زیورای زن که می اندازد همش در خانه برای
شوهر است، نه برای کوچه. خوب برادران و خواهران اپاهای عزیز، انشاءالله با همین درس امروزه را تمام میکنیم. سوال ها آیید درس نیست؟ آیید درس های پیشتر هم هست یا نیست؟ نباشد انشاءالله با همین درس را تمام میکنیم. و شخصانی که امروز روز یکم در این کانال ما اشتراک دارند، یعنی که اعلام به شما، ما درس تجوید را از کتاب تجوید درس گذشته ایستاده ایم. به همین سبب می توانید، به همین خاطر می توانید در این درس های آینده اشتراک بکنید و علم تجوید را آموخته خواندن قرآن خود را اصلاح بکنید. و اینچنین در کانال ما مخرج حرف ها هست، یعنی که پلیلیست، یعنی پاپکه مخرج حرف ها است. از آنجا استفاده ببرید، از آنجا در آمده حرف ها را گوش بکنید، تلفظ حرف ها را. و اینچنین درس های کوتاه تجویدی هست، درس های کوتاه تجویدی، تجوید مختصر. همین درس ها را در مدت 5-6 دقیقه تیار کرده گذاشتیم، از آنجا را می توانید استفاده برید. انشالله این به آن شخصانی که نو به کانال آبونه شده هستند نو فهمیدن. استاد درباره مدرسه که درس میدهید کمتر میگفتید. این مدرسه که ما درس میدهیم در جمهوری تتارستان واقع است. مدت تحصیل 3 سال است، یعنی که مدت تحصیل 3 سال است. شخصانی از بعد از صنف 9 و بعد از صنف 11 را قبول میکنیم و اینچنین شخصانی که یعنی سن و سال محدودیت نیست. از صنف بعد از صنف 9 سر کرده تا اینه که از صنف 9 سر کرده و دوامش به آخر، اینه که در اینجا کسانی که غایب میخوانند، برای غایب میخواندگی ها هستند درس هست که کمپیرکان هستند، 70 ساله هستند، موسفیدان 60 ساله 70 ساله عمره درس میگیرند. به همین سبب سن و سال محدودیت نیست. از صنف 9 بعد از صنف 9 و به محدودیت. و بیشتر کسانی که غایبانه میخوانند، یعنی که کلان ساله هستند، 35 ساله 40 ساله تا 60 ساله 65 ساله هستند. و کسانی که مکتب خوان هستند بعد از صنف 9 اگر اینجا بیان میتوانند هم مکتب را بخوانند و هم مدرسه را. و یک چیز را گفتنی هم که این شخصان، یعنی که باید شخصانی که داخل میشن باید شهروندی روسیه را داشته باشند یا که RVP یا که ویدنجیتلس داشته باشند میشود، چون که در اینجا یعنی که با قید گذاشتن نمیتوانند، یعنی که پراپیسکه کردن نمیتوانند به زبان عادی گویند. و این سبب کسانی که RVP یا که ویدنجیتلس یا که گراجدانی همین روسیه باشند، شهروندی روسیه را داشته باشند، این شخصان را قبول میکنند. سوال ها باید شد مرحمت. سلامت باشید علی شیر. استاد اگر زن در تویش از رنگ و بار استفاده برد گناه است؟ رنگ و بار برای شوهر گناه نیست و رنگ و بار برای دیگران البته گناه است، چون زیبایی زن تنها برای شوهر است. کدام آیت؟ استاد یک آیت همین سوره کوثر با مقدار 2 4 یا 6 کشیده خوانده میشد. کدام آیت؟ کدام آیت رو در نظر دارید که
اینا اعطینا 4 حرکت ممکن است کشم اینجا مد متصل است. خوب برادران، دوستان، خواهران، یکمش اینا اعطینا مد منفصل است. می توانید 2 حرکت، 4 یا 6 حرکت کشیده خوانید. اینا اعطینا. همین یکم کلمه رو اینا میتونید 2 یا 4 یا تا 5 رو بخونید، تا 5 حرکت. اینا اعطینا. با همین دیپلم تاجیکستان بله به کار می رود. یا که دیپلم داشته باشید یا که حجت مکتبی که اتستاد میگن، شهادت نامه مکتب بعد از صنف 9 یا بعد از صنف 11، این حجت ها حتما در کار هستند. یا که اینها نباشند، دیپلم یگان دانشگاه هست، یگان کالج است، اینها باشد میشه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فردوسی علیمان، علیم و فردوسی علیم، خوش آمدید. با فکرم بوری اول هستید شما در اینجا و به شما خاطر رسان میکنیم که ما درس های تجوید میگذاریم، طرز درست خواندن قرآن. اگر در درس های اگر نو اشتراک کرده باشید در آمده نوارها رو ببینید، در کانال ما هست و در درس های آینده اشتراک کنید. سوال دیگر: زن تلاوت قرآن کند نامحرمان فهمند گناهکار میشد یا نه میفهماندید؟ پای عزیز، بهترش این که زن برای شوهر تلاوت قرآن کند، چون آوازی زن و شخصان بیگانه شنویدن خوب نیست. بهترش این که فقط به شوهر، به پسران، به عائله خود قرائت کند اگر زنی حافظه باشد. بله خوب. بله خوب. افیر این روزه را به آخر میرسانیم. سوال ها باشد. استاد، سوال: از یک مادر 50 ساله نماز را در کدام حالت در زمین خواندن ممکن است؟ سوالتان اینقدر فهمو نیست. از یک مادر 50 ساله نماز را در کدام حالت در زمین خواندن ممکن است؟ اگر شما این را گوید که مادر 50 ساله که نماز خواندن نمیتواند، خیسته نمیتواند، شیشتگی بخواند. اگر مقصد سوالتون این باشد، چون سوالتون پررا نیست است، نفهمیدید. عمر، چی سوال دارید شما؟ استاد، در توی حافظ دعوت کنیم جایز است؟ سوال عمر رو میخونیم، میبخشید که ندیدیم. استاد، در توی حافظ دعوت کنیم جایز است، چون که دوستان میگویند که اگر حافظ نباشد ما اشتراک نمی کنیم در تویت. برادری عزیز، گوش کردن این حافظان که حاضر هستند، دعوت کردنشون همشون از روی یعنی که از شریعت بیرون هستند، چون آنها یک شعرهایی که میخوانند، یک موسیقایی که میخوانند، همش در شریعت منع میباشد و همین سبب و هم صرف اسراف میشود، چون شما اون پولی که به آنها میدهید آن وقتی که در پشت ویها صرف میشود، بهترش که این پول را به یک یتیم خانه برده بدهید، یک یتیم ها را نوازش بکنید، چون در تاجیکستان بسیار از آدمای کم بغل، آدمای یتیم. بهترش که این پول را به آنجا صرف کنید، نه به این آوردن این ارتیسای این موسیقی این، چون در دین اینها من هستن. یکمش. دویمش این که شما گناهکار نشوید. بهترش این که این پولهای خود را برده به ضعیفان، به کم بغلان و بیچارگان بدهید. و در اینترنت یک نوار رو دیدم که
یک عروس و دامادی فکرم داغستانی بودن که تصمیم گرفتن که پولی که در توی آنها جمع شد، نیکی خیش تبران پول را دادن، آنها این پول را گرفته به خانه یتیمان بردن و یتیمان را نوازش کردند و صرف خود را هم کم کرده و پولی جمع کرده را برای یتیمان صدقه کردن. این یکی از بهترین توی ها است، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که زنی که خرجش در همین مراسم های عروسی کمتر است با برکت تر می شود. برای همین این پول هایی که در مهاجرت کار میکنید با یک مشکلات، با یک عذاب رفته با این ارتیسان، برای این موسیقیچیان صرف نکنید. فکرم فهمیدید. خوب علیشیر، اگر مادر 50 ساله 6 تا خستن نتوانند، اینی که راست خستن نتوانند، میتوانند در حالت شیشتگی نماز خود را بخوانند. ودود، معنی ودود راستی نمیدونم ودود چیست. اگر کتاب ها رو دیده ممکن جواب کنم، در یادم نیست از ودود. سلام باشد علیشیر، میگه عقل را باید ما کار فرماییم، ما نباید این خیلی اسراف ها را در توی و مرکه های خود بگذارانیم، چون اکثریت جوانان بعد از اینکه زن میگیرن که چون خرج بسیار کردن، باز یک ماه دو ماه نگذشته عروس را گذاشته آمده بررسی باز به مهاجرت کار میکنن. بهترش این که خرج را کمتر کنید، نکاح کنید، یک تا اوش کرده بدهید و این پول را در زندگی خود صرف کنید. اگر زیاده باشد صدقه بدهید به بیماران و کمبغلان و بیچارگان و یتیمان. آمین آمین. خوب برادران و دوستان و شاگردان عزیز، با همین درس امروزه رو به آخر میرسانیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم واكرمنا بنور العلم والفهم. اللهم انفعنا. اللهم انا نسألك علما نافعا. اللهم زدنا علما. خداوند علم های ما را زیاده گردان. خداوند همه ما را از بلا و آفت‌ها نگه بدار. خداوند ما را از اهل قرآن بگردان و قرآن را شفاعتگر در روز قیامت بر ما بگردان و عمل کردن به قرآن در این دنیا بر ما نصیب بگردان. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و صحبه و سلم برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با همین افیر خیر میرسانیم. انشاءالله در درس‌های آینده وظیفه خانگی را فراموش نکنید. شاگردان عزیز، وظیفه خانگی را فراموش نکنید. وظیفه خانگی قاعده میم ساکن را حفظ کردن، یعنی که چند تا قاعده دارد و هر یک قاعدهش چند تا حرف دارد. باید شما این را حفظ کنید، چون وقتی که شما قرآن میخونید این کتاب ها در پیش شما نیست. به همین سبب باید شما قاعده هر یک که ما از درس تجوید میگذاریم شما باید این قاعده ها را حفظ نمایید. به همه فهمو شد شاگردان عزیز؟ وظیفه خانگی حفظ کردن این حرف ها. سلامت باشید. بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در امان الله ذوالجلال باشید.
خداوند همه شما را در پناهش نگه بدارد. و آن حدیث هایی که ما گذاشتیم درباره تو نیز از اهل قرآن باش، آنها را گوش بکنید. به نهایت حدیث های بهترین هستند برای درباره فضیلت های قرآن، درباره که انسان های قرآن خوان چی فضل چی مقام دارن، یعنی مقامشون حتی با مقام فرشته ها میرسد. اینها را هم گوش بکنید، انشالله برای شما یک تشویق میشد، یک ترغیب میشد برای آموختن قرآن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما هم در حق ما دعا بکنید. اللهم انفعنا بهذا العلم في دارين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين.